تا حالا شده برای سایتتون کلی محتوا تولید کنید، وقت بذارید، هزینه کنید، ولی وقتی سراغ نتایج گوگل میرید میبینید خبری از شما نیست؟ بعد از کلی تحقیق تازه متوجه میشید که برای رتبه گرفتن توی گوگل نیاز تا بکلینک بسازید. پس با هیجان شروع میکنید به ساختن چندین و چند بکلینک. اما در کمال ناباوری نه تنها سایتتون پیشرفت نمیکنه، بلکه با افت رتبه هم مواجه میشه. بکلینک ها مثل یک شمشیر دولبه هستن. اگر درست ازشون استفاده کنید، میتونن سوخت موتور سئو سایت شما باشن. اما یک اشتباه کوچیک کافیه تا تمام زحمات شما رو به باد بده. خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه از پلتفرم صدرشین. توی این ویدیو قراره چند تا از رایج‌ترین اشتباهات توی لینک سازی رو بررسی کنیم و مهمتر از اون راهکارهایی بدیم که چطور توی این داما نیفتید. اشتباه اول، بکلینک گرفتن از سایت‌های بی‌کیفیت و اسپم. اگه برای پخت یه غذای خوشمزه از مواد فاسد استفاده کنید، نتیجه چیه؟ یه فاجعه. بکلینک گرفتن از سایت‌های اسپم یا بی‌اعتبار هم همین جوریه. این سایت‌ها معمولاً پر از محتوای بی‌کیفیتن و کل لینک به این ور اون ور دادن. گوگل از قبل این سایت‌ها رو شناسایی کرده و اگه ببینه ازشون لینک گرفتید، ممکنه نه تنها رتبه شما رو بهتر نکنه، بلکه حتی پایین‌تر هم بیاره. حالا راهکار چیه؟ فقط از سایت‌های معتبر و مرتبط با حوزه کاریتون لینک بگیرید. ابزارهایی مثل ماز با معرفی اسپم اسکور بهتون کمک میکنه بفهمید سایت مورد نظر چه وضعیتی داره. اگه اسپم اسکورش بالای 30 بود، پیشنهاد میکنیم سراغ یک سایت دیگه‌ای برید. همچنین از سایت‌هایی که PBN یا مزرعه لینک هستن به هیچ عنوان لینک نگیرید. اشتباه دوم، کیفیت رو فدای کمیت کردن. بعضیا فکر میکنن هرچه بکلینکشون بیشتر باشه بهتره، اما به نظر شما آیا با هزاران آجر پوسیده میشه یه خونه محکم ساخت؟ توی سئو هم همینه. به کیفیت لینک ها خیلی بیشتر از تعدادشون اهمیت میده. اکثر مواقع 2-3 تا بکلینک خوب تأثیرشون از 100 تا بکلینک ضعیف هم بیشتره. پس همیشه سعی کنید بکلینک خوب از سایت‌های معتبر و با کیفیت بگیرید. پیشنهاد می‌کنیم به جای خرید صدها بکلینک ضعیف، چند تا رپورتاج آگهی خیلی خوب منتشر کنید. همچنین سعی کنید توی سایت‌های رپورتاج منتشر کنید که با سابقه باشن و با حوزه فعالیت شما هم ارتباط داشته باشن. مطمئن باشید اینطوری تأثیرش خیلی بیشتره. اشتباه سوم، استفاده بیش از حد از یک انکر تکست. این اشتباه خیلی از بقیه رایج‌تره. شاید فکر کنید که اگه همه بکلینک ها رو با کلمه کلیدی اصلیتون بسازید، خیلی سریعتر رتبه میگیرید. مثلا اگه هدفتون این باشه که روی عبارت خرید کفش ارزان رتبه بگیرید، با خودتون بگید که بیام و همه لینک هامو هم با همین کلمه بسازم. اما مطمئن باشید که با این کار ضربه بزرگی به سئو سایتتون میزنید. دلیلش هم اینه که گوگل به هیچ عنوان دوست نداره که سایت‌ها برن برای خودشون بکلینک بگیرن و اگه بفهمه فوراً شما رو جریمه میکنه. بنابراین برای اینکه خرید بکلینک رو طبیعی‌تر جلوه بدیم، ما باید از حالتهای مختلف اون کلمه کلیدی برای انکر تکست ها استفاده کنیم. مثلا با کلمه‌هایی مثل کفش با قیمت پایین، کفش ارزان با کیفیت، خرید کفش زیر 1,000,000 تومان و موارد این چنینی اگه لینک بدیم، گوگل متوجه نمیشه که همه اینا رو خودمون ساختیم، چون انگار افراد مختلف با رویکردهای متفاوت بهمون لینک دادن. پس همیشه سعی کنید وقتی دارید توی جاهای مختلف بکلینک میسازید، حتما از انکر تکست های مختلف استفاده کنید. وقتی همه لینک ها روی یک عبارت تکراری مثل خرید کفش ارزان باشن، گوگل مشکوک میشه. این یعنی سئو شما دستکاری شده و احتمال پنالتی شدن هست. اشتباه آخر، لینک سازی با سرعت و تعداد هیولا. اگه یه سایت یهو 100 تا بکلینک توی ماه بسازه، گوگل بهش شک میکنه. این مثل اینه که یه نفر بدون تمرین بخواد توی ماراتون شرکت کنه. ساختن تعداد زیاد بکلینک توی مدت کوتاه، مخصوصاً برای سایت‌های جدید، یه زنگ خطر جدی برای گوگله. رشد طبیعی یک سایت تدریجی و آهسته است. اگه سایتی که تازه 2 ماه راه اندازی شده ناگهان در یک هفته 500 تا بکلینک بگیره، گوگل به راحتی این الگوی غیر طبیعی رو تشخیص میده و احتمال جریمه شدن سایت خیلی بالا میره.
راهکارش هم اینه که صبور باشید و یه برنامه منطقی داشته باشید. برای یه سایت تازه کار، شروع با ماهی 5 تا 10 لینک با کیفیت و مرتبط گزینه خوبیه. رشد بکلینک ها باید تدریجی و پیوسته باشه. یه تقویم لینک سازی برای خودتون درست کنید و کیفیت رو همیشه در اولویت قرار بدید. ساخت بکلینک یه بازی بلند مدته، بازی که صبر، دقت و کیفیت حرف اولو میزنن. اشتباهات توی لینک سازی شاید به ظاهر کوچیک باشن، ولی اثراتشون گاهن جبران ناپذیره. ساخت بکلینک اصولی مثل کاشتن یک درخته که به مرور زمان با مراقبت به بار میشینه. برای اینکه از جریمه‌های گوگل در امان بمونید و یک پایه محکم برای سئو سایتتون بسازید، نکاتی که توی این ویدیو گفتم رو حتما در نظر بگیرید. اگه این مطالب براتون مفید بود، خوشحال میشیم نظرتون رو زیر این ویدیو بنویسید و اگه سوال یا تجربه‌ای از لینک سازی دارید، حتما با ما به اشتراک بذارید. لطفاً ویدیومون رو لایک کنید و سابسکرایب یادتون نره تا نکات بیشتری درباره سئو با هم یاد بگیریم. تا ویدیوی بعدی، موفق باشید.